مونسی امتی چشمه عزتی در تمام جهان باعثی رحمتی مونسی امتی چشمه عزتی در تمام جهان باعثی رحمتی من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمام وجود إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع علاج کردن یا اینکه طبابت کردن با آب و نمک، در حقیقت حتی طبیب ها گفته هستند که آب شور در بسیار کسلی ها بیماری ها فایده دارد، از جمله آب بحر باشد، چون که هست از تمام دنیا مشهور است که از دیگر دولت هایی که بحر نیستند، جایی که دولت هایی که بحر هست اونجا آماده در اونجا بازی میکنن، به خاطر که از آب بحر شور است و دیگر که از فایده ها زیاد هست. از جمله آب شوره که در طبیب های دندان میفرمایند که وقتی که دندان اگر درد کند همون آب نمک وقتی دندانتون بوشید گفته. این از بسیار طبیب ها ما شنیده هستیم و حتی ما را خیلی امر کرده هستند، یعنی که نمک ها باشد اگر در همون ریشه های دندان فایده دارد و دیگر در آب و نمک دیگر فایده ها هم دارد. از جمله الان نظر میکنیم که آیا نبی صلی الله علیه وسلم به همین آب و نمک یکم کاری کردن و در چی چیز استفاده کردن؟ این روایت از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که قال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیلة یصلی، یک وقت یک زمان نبی صلی الله علیه وسلم یک شب نماز میخواندن، فوضع یده علی الارض، همین حالت نماز خواندن شده نبی صلی الله علیه وسلم دستشون بر زمین گذاشتن، فلدغته عقرب، فلدغته العقرب یعنی که پس گزید یا که نیش زد همون کجدوم، نبی صلی الله علیه وسلم چیکار گزید، فناولها رسول الله صلی الله علیه وسلم بنعله فقتلها یعنی که عقرب رو پس همون را زد نبی صلی الله علیه وسلم با پاپوشیشون، پس کشتن همون کجدوم رو. فلما انصرف، پس هر وقت که منصرف شدن رفتن گفت لعن الله العقرب، یعنی که لعنت کند الله عقرب رو. دعا هست در این لفظ، بسیار خلاف ها هست، خلاصه اگر که شاهد این حدیث در این نیست در دیگر جا است. ما تدعو مصلیا ولا غیره، این کجدوم نمیگذارد نمازگزار و نه غیر نمازگزار، او نبی و غیره، یا که نبی رو راوی گفته که نبی گفته که نمازگزار گفته و غیر همین رو، یعنی اون دیگر کجدوم این در اون فرقی نیست، اون نمازگزار است، غیر نمازگزار است، نبی هست، ولی هست، انسان عادی هست که ضررش هم میرسونه. گفت نبی صلی الله علیه و ثم دعا بملح و ماء، شاهد حدیث همین است که بعد از آن نبی صلی الله علیه و گفت که نمک بیارید و آب بیارید، فجعله فی اناء، در یک ظرف گذاشت همونها را، جعل یصبه علی اصبعه او اصبعه، گذاشت یعنی که میریخت بر همون انگوشتش که گزیدگی بدکده، اصبعه گفتم انگوشت، حیث لدغته از همون جایی که گزیدگی بد همون کجدوم، و یمسحها و یعوذها، و همون را مسح میکرد میشکید و تعویذ میخوان، بی معوذتین گفته بر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قدش میکرد معوذتین میخوندن. این روایت بیهقی در شعب ایمان ذکر کردگی هست. در اینجا شاهد همین است که نبی صلی الله علیه وسلم یعنی که معالجه کردگی هستند و بگیم طبابت کردگی هستند، گزیدگی بگیم همون کجدوم را یکی با آب و نمک قطی و دیگر که هست با سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قطی. و در این نمک و آب از طب نبوی ثابت شده است که نبی صلی الله علیه و به همین طبابت کردن. و دیگر که در جاهایی که همون جراحت هایی که مقدر شدید نباشد، سختی بد نباشد،
همین کمی مثل یکم خور میکنه یکم چیز یکم چی کمک میبرد همچنان اگر با نمک کوا اگر یک بار بشود اون انشالله به اذن الله به زودی سوز میشود و دیگر که هست اون آب نمیکشد دیگر. الله پاک همه ما شما را از علم نبی صلی الله علیه و کمی هم باشه نصیب بگرداند که در بسیار تیب بسیار تبابات های زیاد هست اما ما شما نمیدونین. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.